بیایید سری بزنیم به تناقضات اینها. واقعا جالبه، این دین اینا سراسر تناقضه. یکی از تناقضات اینها در مورد دختران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این کلیپ را از این آخوند بشنویم، بعد کلیپ دیگری هم داریم که تناقض این مطلب رو نشون میده. تعداد فرزندان رسول خدا، بعضیا میان مطرح میکنن که رسول خدا نمیدونم دختری به نام رقیه داشته، رسول خدا دختری به نام زینب داشته یا ام کلثوم، که ما اینها رو قبول نداریم. ما در سایت ولیعصر کامل پیرامون اینها بحث کردیم که در جواب دادیم پیرامون این که آیا دختران رسول خدا زن عثمان بودن یا نبودن، اونجا کامل بحث کردیم. ما اعتقادمون اینه رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه دختری غیر از حضرت زهرا نداشتن، یک. و ثانیاً رسول خدا زمانی که با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردن، حضرت خدیجه دوشیزه بودند و قبل از رسول خدا به هیچ عنوان شوهر نکرده بودند. روایاتی هم که بعضی از اهل سنت میان میگن بله حضرت خدیجه ازدواج کرده بود، هیچ سندیت قطعی ندارد. من تمام اینها رو بررسی کردم، سندیت قطعی وجود نداره که حضرت خدیجه قبل از رسول خدا ازدواج کرده باشه، بلکه برعکس روایت داریم تزوج بها و کانت عذراء، حضرت خدیجه باکره بودن. حضرت خدیجه باکره بودن، دختری هم غیر از فاطمه رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارن. پس این رقیه و ام کلثوم و زینب اینا رو از کجا آوردن؟ در همین شبکه ولایت یا بهتر بگیم زلالت، آخوند دیگری از کارشناسان این شبکه مطلب دیگری میگه. اینم بشنوید، خیلی جالبه. اجازه بدید یک سوالی رو که شاید خیلی ها شنیده باشند و این در ذهنشون باشه که آیا حضرت فاطمه تنها فرزند حضرت خدیجه و پیامبر بودند، یا اینکه از حضرت خدیجه و پیامبر خواهران دیگری رو هم داشتند و حضرت زینب، حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم که در بعضی از روایات ما آمده خواهران تنی حضرت فاطمه هستند یا خیر. این سوالی است که شاید برای خیلی از بینندگان ما مطرح باشه. امشب در این زمینه شما روشنگری بفرمایید و به ما بفرمایید که به چه صورتی است. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما اشاره کردید در برخی از اخبار ائمه اطهار علیهم السلام تعداد فرزندان پیغمبر از حضرت خدیجه علیها السلام آمده و از جمله کتاب بصائر الدرجات صفار قمی متوفای 279 هجری، یعنی حتی وفاتشون قبل از مرحوم شیخ کلینی است، و همچنین در کتاب قرب الاسناد حمیری از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام که در غیبت صغرا میزیسته و فوت کرده. این دو از منابع حدیثی کهن معتبر ما متضمن بر دو خبر از حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست. در تعداد فرزندان رسول خدا از حضرت خدیجه نسبت به این سه دختر زینب و رقیه و ام کلثوم تعبیر داره هن بنات رسول الله من خدیجه در یک خبر، در خبر دیگر برعکس هن بنات خدیجه من رسول الله. بنابراین این مسئله تشکیک در این که اینها آیا دختران حضرت رسول خدا از خدیجه بودن یا دختران شوهر قبلی خدیجه بودن یا دختران اصلا خواهر خدیجه حاله بودن که در محضر خدیجه بودن، اینها شبههای بجایی نیست، یعنی مستند به اخبار ائمه اطهار علیهم السلام نیست. برای اولین بار این شبهه از ابوالقاسم کوفی احمد ابن علی ابوالقاسم کوفی زیدی غالی فاسد المذهب، یعنی رجالیون ما وقتی که این شخص رو متعرض شدن ازش تعبیر به غال فاسد المذهب تعبیر کردن. این آقا در
کتابی دارد که کتابش هنوز موجوده، متوفای 353 هجری است، در راه شیراز فوت کرده، یعنی نیمه قرن 4 هجری. این آقا کتابی داره به نام الاستغاثه من بدع الثلاثه و در ذکر مطائن خلیفه سوم متعرض این موضوع شده و منچه اظهار نظر کرده است که نخیر اینها دختران پیغمبر نبوده اند که شوهران اینها دامادهای پیغمبر شمرده بشوند، در صورتی که این اولین کسی است که همچین تشکیکی را کرده. انگیزش هم که معلومه. بله، و قبل از اون سابقه ای نداره. بله. ببینید عزیزان، به خاطر اینکه انکار فضیلت بکنن از سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه که با رقیه و ام کلثوم دوتا از دختران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کردن، اون آخوند اومد گفت که نخیر، هرگز ما به این اعتقاد نیستیم، ما یعنی همه اینها و اینها دروغ است و با ادله هم ثابت کردن، تو سایتشون هم نوشتن و در همین شبکه این آخوند میاد میگه که این کسی که این مطلب رو برای اولین بار مطرح کرد که اینا دختران رسول الله نیستن از خدیجه، یک غالی فاسد المذهب بود. قضاوت رو من میذارم برای شما عزیزان، ببینید که خباثت اینها، بدبختی اینها تا چه اندازه است که حاضرند برای طعن در اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دختران پیامبر بزرگوار اسلام رو هم انکار بکنن. ببینید چقدر اینا بدبختن که حاضرن از ناموس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اثبات عقاید باطل خودشون مایه بگذارن.